салом арз мекунам ба кулли тамошобинони имшаб ченел. ин аст барнома имшаб лайв ва имрӯз дар мемонем мо ҳунарпешаи мардумии ҷумҳурии Таҷикистон Курбони Собир имрӯз дар мемонем. Ман шуморо хушомадед мегӯям. Умед бар онам мебандам ки суҳбати мо имрӯз воқеан ҳам самимӣ мешавад ва пеш аз ҳама ростқавлона. Офарин. منم خیلی با امیدم. خیلی که ما در سامانه ها معلومات پیدا کردیم شما خط کننده دانشگاه صنعت تاجیکستان میباشید و زیاده از 25 سال میشد که در آنجا هم کار میکنید. بله. در آن وقتی که شما کسب هنرمندی رو انتخاب کردید بسیاری نفران میرفتند خواندن به دیگر مملکت ها علل خصوص به مسکو به سانکت پتربورگ. اون وقت همون شب و روزی که مثلا من مکتب میانه ختم کردم و هدفم عمیق بود، یعنی من میدونستم که به شعبه اکتوری انستیتوت صنعت باید داخل شوم. حتی همون شب و روز من اطلاع داشتم از رفیق‌ها از کلان سالان پرسیده بودم که مثلا چگونه میشود که مسکو خواند یا جاهای دورتر و جایی که مثلا بیشتر فرا میگیرن رویم. اما اون نفرایی که با من صحبت کردن مصلحت دادن که همون شب و روز دانشکده سطحش از سطح مسکو اینجا کم نبود، یعنی این خیلی معرفی میکردن و بعد دیرتر من خودم هم فهمیدم و اعتراف کردم که واقعا همون شب و روز مثلا برای یک جا برای یک نفر داخل شدن که تقریبا از 25 تا 30 نفر قبول میکنن، از این زیاد نه برای یک کورس و برای یک جا 25 آدم حجت میسپارید. این سالی چند؟ این 78 بود. سال 1900. یعنی از 19 بالا داخل میشده وگرنه داخل نمیشه. 19 20 از آن من 20 و نیم بال بود داخل شویم و خلاصه اینجا جایی بود که من خیال میکنم که اکنون امروز از سوال شما برمیاد که همون شب و روز همون سالها قله عالی ترینی تعلیم و تدریس در دانشکده بود، یعنی متخصصای یکچینی مملکت جمع شده بودن و از همه مهمترش مثلا من خیال میکنم که فرخ قاسم ما را درس گفت و فرخ قاسم در کار و فعالیتش در دنیای تئاتری هم همون شب و روز یک گردش انداخته بود. برای همینم من پشیمان نیستم که در دوشنبه تحصیل کردم و در دست استاد فرخ قاسم. یک مدت شما در همین دانشگاه با حیث مدیری کافدره هم کار کردید؟ بله، یک مدت 10 سال باشد این یک مدت نمیشه. یک مدت خیلی طولانی. یک مدت خیلی طولانی. 10 سال کار کردید و بالاخره میگن که خودتون دست کشیدید که من دیگر با حیث مدیری بله خسته شدم. بسیار کار خسته کننده است. تنها به حیث مدیری کافدره مهارت اکتوری فعالیت کردن کفایه است که دیگه هرگز یک کار دیگه انجام ندهد آدم. چرا خیلی کار زیاد است، یعنی کاغذبازی های زیاده هست، یعنی مأموریت زیادی دارد، مثلا تفتیش و حجت و مسئولیت از حد زیاد است. یعنی رژه کاری شما موافق نبود، یعنی خیلی کار سخت است، واقعا خیلی کار داره اونجا. من بسیاری وقت میبینم که شما در بسیار کلیپ ها نقش بازی میکنید. فکر میکنم بسیار جوانان هم شما رو علاوه خصوص در فیلم های موسیقی میبرند و در کلیپ ها میبینند. یک چیز دیگه گفتم شرم نمیدارید که در کلیپ ها هم بازی میکنید؟ نه برای چی؟ این خوب است. اما یک چیز دیگه رو ما اهمیت میدیم بسیار وقت قریب که در همه کلیپ های موسیقی شما در اونجا نقش بازی میکنید پارتیاری شما رو فقط ماپایکار یورو رو انتخاب میکنه. سبب در چی باشد؟ چند ساعت پیش از همینجا آمدن یک صحبتی بود، یک رفیق نزدیک من میگفت که یعنی در یک صحبتی در جای دیگه نشستین و گفتین که قربانی صابر خب نباید در کلیپ ها نقش بازی کند، اما یک رفیق دیگه من گفت که چرا بازی نکند وقتی اگر کار هنری باشد. و از طرف دیگر مثلا من کودکام بچه‌هام با کف دستام با هنرم نان میتیم. یک کسی دیگه آمده بچهای من نان نمیته، اونا را لباس نمیخره. برای همین هر کس باید کار خودش کند. یعنی من باید اختیار داشته باشم که در کلیپ بازی کنم یا نکنم. چرا؟ من بچه‌ام نان باید تیم، این مهم است. اکنون مسئله محفیکر چند روز باز به من زنگ میزنن، ما نام و ایشان نمیگیم، این بگذار مخفی ماند، اما شنیدم که در کلیپ نو با محفیکر بازم ما زن شام. خب دیگه چیکار
چیکار کنیم دیگه؟ خانمی غیر نکاحی فیلم ها شد و ماند دیگه. تا جای من خودم میدونم دختر شما سارا صابر هنرمند تئاتر است و شما خودتون معصیت داده بودید که او این کسب رو انتخاب نماید یا اینکه خودشون انتخاب کردن؟ نه میتونیم بگیم که هنرمند تئاتر هست، خیلی دوست میداره. ژورنالیست تمام کرد و ژورنالیست های دانشکده هنرهای زیبا درس مهارت اکتوری میگذارن. خیلی زیادن روزنامه‌نگارایی که در همه تلویزیون‌ها کار میکنن از دست من گذشتن و سارا هم همین گونه درس مهارت اکتوری وقتی که گذشت یعنی کفایه بود. اونا 1.5-2 سال میخوانن، در آخری پیش از ختم شد و وای گرفتار شد سارا، یعنی عاشق این درس و عاشق این کار شد و حالا تقریبا نمیتونه به این کار. گاه با بچه ها همکاری میکنه. یک کارگردان ایرانی چند سال پیش برای انتخاب نقش یک مردی تقریبا به سن و سال من و یک دختره که در سن و سال سارا و یک دختره که دیگه در سن و سال تریزا زاوربیکا تئاتر مایکوفسکی و آمد اول سارایو تریزا را پیدا کردن، بعد منو پیدا کردن و خلاصه قراردادهای خوبی بستیم و رفتیم ایران، تهران. خب یعنی ما تقریبا 3 ماه اونجا بودیم. یک نمایش خیلی خوب روی صحنه آمد که ما تاجیکای خودمون رو بازی میکردیم که با ضرورت و یعنی استخوان‌بندی اثر همین گونه بود که مردی که من بازی میکنم در روسیه زندگی میکند، بعد دخترش فرزندش سرگردان. عاقبت نمایش همین بود که این مرد آمده است برای اینکه خانه‌ش رو برقرار کنه، زندگیش رو برقرار کنه و وطن رو برقرار کنه. هم خیلی یک نمایش خیلی زیبایی بود که خیلی سارا موفق بود. اما کار اساسی ژورنالیستیک است و کارگردانی بخش نوید تلویزیونی سفینه است. جای کار اساسیشون است. همچنین همسرتون نیز یک چند وقت پیش هنرمند بودن، درست؟ همکورس هم است. یعنی ما یک جای خواندیم. ما تقریبا از آخر کورس یکم وقتی که خوب آشنا شدیم بعد دیگه آشنا شدیم برای یک عمر. خلاصه بعد از آن که دانشکده ختم شد ما یک جای رفتیم تئاتر قرقان تپه، یعنی کورس ما رو همش فرستادن تئاتر قرقان تپه. بعد یک مدت چند ماه پس تئاتر فرخ قاسم کشاده شد استاد ما و ما رو دعوت کرد آمدیم تئاتر جوانان و با یک مدت دیگه چند ماه دیگه گذشت اون گروه تبدیل شد به اهارون و گلچهره خانم من تقریبا یک 13-14 سال همراه کار کردیم تا زمانی که وضعیت خیلی بد شد، یعنی زندگی اجتماعیات خیلی بد شد و وای به خلاصه آمد که یک کسی باید در کنار کودک‌ها باشه. وای دیگر رفت برای تربیه کودک‌ها زندگیش عوض کرد. اما همه وقت مثل کوه در کنار ما بود برای آنکه من هم وقت کار تئاتری انجام دادم. کاری هنری، اکتوری میکنم، کارگردانی میکنم و قطار کارهای علمی که من 2-3 کتاب چاپ کردم و خوشبختانه کتاب حکایه هامم از دست چاپ برآمد با کتاب با نام یک جام پر از درد و هم کتابای تخصصی هم کتابای مثلا بدیعی چاپ شدند و اگر در کنار من همین گونه یک زنی نازنین با اسم گلچهره نمی بود شاید من این کارا رو انجام داده نمیتونستم. بهتری. بله برای همین من از گلچهره خیلی راضیم. خیریت این خطا نشده از وقتی انتخاب. بسیاری اکتورها هستن، من نمیدونم در ما هستن یا اینکه نه، وقتی که پیشنهاد میشد حتی اگر گنری خوبم پیشنهاد کنه اگر فیلم برای آنها پسند نیاد نقش نمیآفرینید که بازی نمیکنن. شما هست فیلم هایی که رد کردید یا اینکه با کدام کریتری های معین میتوانید که رد کنید؟ با تاسف باید اقرار شوم که خیلی فیلم هایی بودن که رد کردیم. یعنی اینقدر فیلم های زیاد هستن که فرض کردیم حتی رفیقا با شوخی هم میگن که ما در یخدان هم میکشیم قربانی صابر. خب این شوخی ها یک طرف درست است. چرا اگر کار هنری باشه چرا باید نکنی؟ اما کارهای هست که ارزش ندارن. با تاسف باید بگیم. اما بوده است که من بارها گفتم که نه نمیشه این کارو من نمیکنم. مزد کارت باید درست باشه همه جا. اما اگر کار خوب باشه ارزش داشته باشه خب دیگه من پشتی حقوقش نمیرم. اما باید همه وقت کار مثل ترازو باید تو اگر کار خوب میکنی باید معاش خوبم بگیری هم باید باشه. اما خیلی بوده است که بچه‌ها را خفه کردیم. مثلا یک جوان مرد که بگیم یک فیلم گرفته است
زنگ میزنه و میگه که استاد شما باید آواز دین همون فیلم. خسته میشم از گفتن. بچهای جوانن یعنی نمیفهمن، از بس که اصرار میکنن یک چیزی باید جواب دی. من گفتم میلش با همین شرط که من میبینم فیلمت میبینم، اگر خوش کردم آواز میتیم، خوش نکردم نمیتیم آواز. تو راضی هستی؟ گفت ها. یک روز بارانی بود، یعنی یک جایی ما رفتیم، خلاصه رسیدیم با اونجا. بعد من فیلمش تماشا کردم، اصلا فیلم نیست. مثلا قهرمانش از سمالیات میفروید، فرض کردیم ما چهره قهرمان رو میبینیم، بعد نگاه میکند این طرف، با نگاه میکند این طرف، اما ذهنی این هنر پیشه هیچ چیزی را افاده نمیکنه. حتی من با اون بچه گفتم که خب ببین یک ماشینم از کادر میگذره، ببین تکنیک است میگذره، اما اینا باید معنی داشته باشن. آدم یعنی نمیتونه خالی حضور داشته باشه، این مصاف نیست، یعنی تو قهرمان اساسی است. یعنی این برای من عزیزم شرمندگی است، من نمیتونم آواز دیم. من برای آن که نگفتم دیگه از همون درش برآمده نمیتونستم، خیلی اذیت کشیدم برای که ناراحت شد. نگفتن یعنی صدمه وارد کردن به مغز کسی هست و اینم میدونیم، اما در هر صورت بازم نمیشه که هر چیز هم گویی آخه. اما اینقدر ما حق گفتیم که مثلا یخدان هم میکشه دیگه صدای ما آواز ما هست، یعنی کفایت است. خیلی فیلم های خوبه باید آدم اجرا کند، کارهای خوبه باید انجام دهد، اما یک چیز هست، ما در هالیوود زندگی نمیکنیم. نه هالیوود است اینجا، نه بالیوود است. برای همینم وطن ما هر چیزی که مثلا در کار و کسب ما موافق است و یعنی حلال است و نان حلال میخوری همونه باید انجام دی. با نزدیکی در سامانه‌های اینترنتی اعلان شده بود که شما در مکتب اکتوری فرض درس می‌آموزید. همگان فکر کردند تا یک اندازه که این مکتب شما است، زیرا چند نفر از من هم پرسان شده بوده. برای چی شما شخصا مثلا مکتب خودتون رو نمی‌کشید و مثلا در بسیار جاها من میدونم که مهارت اکتوری می‌آموزید دیگر و دیگر، برای چی مکتب قربانی صابر نیست؟ مالک مکمل میتونیم بگیم که این چیز باید که شود. مثلا وقتی که من نمایش‌های تئاتر مایاکوفسکی را در چارچوبه تئاتر می‌بینم و اینکه ناخواست گاه خوشم به این میشد، بجوز که نمایش می‌بینم بعد میگم شاگرد من حساب میکنم، بعد دستم جمعش تا 8-9 نفر میشه. Megamovie.tj – это абсолютно новый лицензионный видеопортал, на котором вас ждут лучшие сериалы и фильмы в хорошем качестве. И главное, трафик бесплатный. Для подключения набери звездочка 4001 решетка и смотри фильмы без ограничений. Мегафон Таджикистан. Кино начинается с тебя. گنراری یک فیلم خارجی من کفایت میکنه که من 5 سال در این مملکت دیگه معاش نگیرم. پرسیده میتونم که شما چقدر معاش میگیرید در یک ماه؟ مثلا در تئاتر. در تئاتر یک معاش است. فهمیدم. در خب دیگه اینستیتوت با معاش دیگر است و من دوبلاژ دارم، کارهای رادیو هست، تلویزیون هست، فیلم هست. خب یعنی برای می صفراش نمیگیم که آدمو خاطر میشن. بگیم همون قرمایاری که گفتی، من برای یک روز دعوت شده بودم. برای یک روزی نواربرداری و پارتنری من گوشت کوتسینگ و ما آمدیم رسیدیم قزاقستان. خوب. و رفتیم سر صحنه، بعد گوشت من اونجا دیدم. خب یعنی بعد سر شد نواربرداری. قصهش همین است که سمالیات بمب اندازی روس از زمین زده میشد و لیوچیک یعنی سرنشینش خودش میپرتاید، پاراشوت قطعی و اون دستگیر میشد که ما دستگیرش میکنیم. خلاصه همین آدم گوشه است، گوتسنکا، و ما یک دیالوگایی داریم، رد و بدل هایی میشد و خلاصه ساعتای 4 روز یگور کانچلوفسکی آمد پیش من، خواطیر بود و گفت که قربانک ما میتونیم که تنها برای گوشه کار کنیم، برای آن که وای فردا باید رود، پگاس هم که دارد باید رود، اگر وقت داشته باشی تنها برای وای کار کنیم. و تا زمانی که این سوال میداد از چشمای من خواند که یعنی گنراری من چی میشه. یعنی من برای یک روز آمده. بعد وای فهمید و خبر داد که هر روز بعدی شما یعنی همون گنرار رو میگیرید. و من
و من گفتم که ای کاش 10 روز طول میکشه. چرا؟ من کتابی دردهای پسی پرده، یعنی کلی مقاله های تخصصی من اونجا جمعن و من نمیدونستم که چگونه چاپ کنم و یعنی مسئله چاپش خیلی وزنی پیشگیره بیچاره. خلاصه گوشه گفتن که این کتاب به من تحفه کرد. بگیم هم راست میشه که من آمدم یک قسمی همون گنره رو دادم و کتاب از چاپ برآمد. یعنی من هم کارم بود شدم، زندگیم خوب شد، هم همین خیلی ببین یک روزه گنره اونجا. فهمو یک چند مدت پیش در پخش‌های تلویزیونی نوارهای دیده میشد که در آنجا شما کیسه ها و پند و نصیحت ها قرائت میکردید، نقل میکردید. کی با شما شوق پیدا شد از با این گونه برنامه ها؟ یعنی خواندن قرائت شعرهای پاره شعرهای خوب همه زمان مثل خوابی مرا یک عمر تعقیب میکرد. و مثلا 10 سال پیش تلویزیون سفینه در برنامه‌های صبح یعنی یک روبریک داشتن که من دعوت میکردن و من یک حکایه را قصه میکردم و یک گونه شرح میدادم. همین گونه خیلی زیاد حکایه ها و شعرها پاره پاره و بعد این کار خیلی مشهور شد. خوشبختانه در مدت مثلا 1 تا بود 2 تا بعد 50 نمیرسه. خب نوارهای خیلی زیبایی هستند که من میخوام در یک دیسک همشان پشت هم بیایند و مردم بازم لذت برن. چون که مثلا همون شعرهای پند و حکمتی از قبیل پدری با پسری یا قصه عقاب و ما رو شنیدستم که صیاد در مرغزار برون رفت روز به عزم شکار. یکی قمری را بر سر شاخ دید، کمان را برآورد و زی برکشید. چو قمری نگه کرد به بالای خویش، یکی باشدی در هوا چند پیش. بگفتا به بالا پرم باشه است، به پایان صیاد تیره بشه است. به حق خدایم محمد رسول، دعای منی مشت پر کن قبول. چو قمری بگریست نزد خدای، دعایش چنان شد مستجاب. یکی از قضا مار آمد پدید، پسی پای صیاد را محکم گزید. صیاد بلرزید و ز دستش خطا رفت دیر، که بر سینه باشه شد جایگیر. چو قمری پرید و برفت اندر هوا، 200 بار میکرد ذکر خدا. رضاگی خدا را ندانم که چیست، 2 تن زنده مرد و یکی مرده زیست. اگر تیغ گردون بجنبد ز جای، نبورد رگ را نخواهد خدای. یعنی این شعری هست که خیلی بامزه است. این مردم دوست می‌دارن. تا جایی که ما می‌دونیم شما عنوان پروفسور هم دارید. بله. پروفسوری کی صاحب چنین عنوان شده بودید؟ کمتر برای ما معلومات میدادید. باید نامی را جماعت امیرچه گیریم، برای اینکه یعنی وقتی که دعوت کرد و گفت که تو همین کافدرای گیر آباد کن، همچون مدیر کافدرای مهارت اکتوری، من جوان بودم، 20 تقریبا نزدیک 30 سالم بود و کار که آغاز شد در این دانشکده، یعنی این دانشکده علمی است دیگه. مدیر بودن یعنی همه زمان برنامه ریزی کردن در کار است، مثلا بله کارهای علمی، مقاله نوشتن در کار است، یعنی درباره نمایش‌ها نقد نوشتن در کار است و همین کارا. یعنی اول آهسته آهسته شروع شد و بعد 1 مقاله 2 مقاله و بعد تحلیل ها و بعد آهسته آهسته مثلا برنامه‌های درسی ترتیب دادیم و بعد مثلا یک روز از من طلب کردن که حجتاتون درست کنه که ما شما معلمی کلان اعلان کنیم، یعنی از روی قاعده. خب معلمی کلان هم شدیم. بعد یک فرصت رسید گفتن که حجتا را وکی مسکو فرستادن در کار برای دادسنتی. همین گونه یعنی حجتا رفتن مسکو، تصدیق شدن، آمدن و همین گونه. خب دیگه پس هم خدا رو شکر که همین کاراش شد. می ندارم بازم از رجبان امیرچ که منم مجبور کرد که طرف علمی کارم درست شد. فهم. سال 1990 شما نقشی اساسی رو در نمایش تئاتری یوسف گم گشته بازی کرده بودید و صاحب یکچند جایزه‌های بین‌المللی گشته بود. میتونید با شخصانی که ندیدند این اسپکتاکل رو آیدان معلومات دید برای ما؟ چون که بسیار نفران ندیدند این اسپکتاکل رو، علاوه خصوص جوانان. بله، سالهای
89 و 90 خب دیگه سالهای تاریخی، یعنی زمانی است که تاجیکستان استقلالیت به دست آورد و تئاترها هم موضوعشون، فیلم ها، یعنی همه چیز نگرانیده شد، نظرها بر ریشه ها. خوش. و فرخ قاسم در همین وقتها به تئاتر جوانان دعوت کردند و گروه خودش را تشکیل کرد و این گروه 1 سال بعد نام گرفت اهارون. خودی کلمه اهارون یعنی تقریبا تاریخ 3000 ساله دارد، چون که همون اهوره یعنی شهر خدایان گفتنی گپ است، یعنی نامی تئاتر هم رفت بر ریشه و یک کاری هم باید انجام میدادن که بر ریشه و پاچه هامان وابستگی داشته باشد. برای همینم فرخ قاسم یک نمایش آماده کرد با اسم یوسف گمگشته که قصه یوسف و زلیخا. این نوآوری بود در زمان سال 90، نوآوری بود در کلی عالم تئاتری شوروی، یعنی یک گردش در کار هنری تئاتری بود، سخنی نو بود. مثلا نمایش عبارت از غزلهای عرفانی بود، مثلا از قبیل روزها فکری من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. خب این غزل خیلی طولانی است. یا بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید، در این عشق چو میرید همه روح پذیرید. یا چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم، نه ترسا و یهودیم نه گبرم نه مسلمانم. یعنی غزل ها عبارت از ایجادیات مولانای رومی و حافظ شیرازی، قصه باشد قصه یوسف گمگشته از داستان یوسف و زلیخای مولانا عبدالرحمن جامی. یعنی این بزرگا را به هم آوردن و یک نمایش عرفانی ساخت. فرخ قاسم عبارت از غزل ها. اما عرفان یک چیزی هست که رو سوی آسمان است، یعنی اگر این به شکل وارد کنیم یعنی میتونه یک نوری باشه سوی آسمان نگرانیده شده، نور سوی آسمان. عرفان یعنی یک حرفی بالا به خدا نزدیک. اما تئاتر و این عرفان چگونه میتونه به هم بیاید؟ و بزرگی اون نمایش، اون کار همین بود که یعنی عرفان قالبی شعر عرفانی را در لباسی تن وارد کرد، پلاستیک انسان. این کار نه در میراثی همین شعرهای عرفانی فارسی ما، نه در ایران، نه در افغانستان که صاحب همین فرهنگ است، هنوز نکرده بودند. و این فرخ قاسم و حالا هم ممکن که خیلی ناتوان بینای هستن که نمیشناسن همین کار، همین بزرگی را. این قهرمانی است، این خیلی کار بزرگی هست که یک هنرمند میتونه انجام دهد که آبروی و اعتبار ملت باشه. آخر ما هم حق داریم یک کاری را پیش از این برادرها کرده باشیم و این کار هرگز هیچ کسی در عالم همین سه ملت نکرده بود و فرخ قاسمی این کار انجام داد. یعنی این کار خیلی کار شهرتیار بود. ما با این کار قریب تمامی سه دنیا را سفر کردیم، یعنی از قبیل مسکو و پاریژ و تهران و در همونجور فکر میکنم خوب قبول کرد. بله، مثلا دیالوگ ها این خیلی راستکی نیست، تو خوبی نغزی کجا رفته است، این خیلی گپا نیستن. میگن که مثلا یار مرا، مثلا میگه یوسف، زلیخا میگه غار مرا، یوسف میگه یار تویی، زلیخا میگه غار تویی. و ناخواست دیالوگ ها معنی میگیرن. یعنی معنی میگیرن، نه اینکه فرض کردیم این زبان باید فهمی. مثلا من یادم هست که عرب، فرانسوز، امریکایی ها میگفتن که این نمایش ترجمه لازم نیست، هرچند ترجمه سوبتیتر میکردن برای بعضی آدم‌ها که میخواستن ترجمه ببینن، اما بعدی تماشا میگفتن که این نمایش به ترجمه نیاز نداره. چرا؟ قصه همون قصه عالی فرهنگ و ادبیات ماست، همون قصه یوسف که برای همه دینا قریب یک است، موسی و عیسی و محمدی است این قصه. و خلاصه قصه آشنا در لباس شعر و عرفان. و این یعنی برای همون شب روز واقعا هم سخنی نو بود. منقدای یکمی دنیای تئاتری SSR آمدن، دیدن و بها گذاشتن. تمامی نوشته هاشون در روزنامه و مجله ها هست. کتاب منم فرخنامه
نوشته شد که این قصه ها که گفتم همشون پره در اونجا جای گرفتن و شهر دارن و خواهش داشته باشم میتونم بگیرم بخونم. بسیار یک قصه صمیمی نقل صمیمی بسیار. ما تو اکنزا وارد شدم. آفرین. سوال نوبتی آرزوهای ایجادی شما با فکر شما استاد با پورگی عملی شدن یا اینکه نه، یا میتونید گفته که چند فیصد آرزوهای ایجادی شما عملی شدن؟ اگر آرزوها عملی شوند دیگه باید قیچی کنی روی دیگه. من خیال میکنم که حالا فیلمی بهترین من بازی نکردم. فیلم های خوبم بودن در میانش، مثلا اگر 5 انگشت من قطع شود برای بهترین فیلم کفایه است که پس کاری کردم. اما من میگم حالا فیلم بهترین من اجرا نکردم، نمایش بهترین من بازی نکردم، حکایه بهترین من ننوشتم، یعنی حال شاگردای بهترینم روی کار نآمدن، یعنی اینا ناتمامن. من میگم 50 سال دیگه اگر زندگی کنم بازم تمام نمیشه. چرا؟ اگر تمام شد آدم تمام میشه. این خیلی است. فهم. 3 بهترین اکتور و اکتریسای تاجیک با فکر شما؟ میان هنرمندان عطا محمد جان برای من بی بها دوردست، خب دیگه به حد و حدود، و دیگرش رجب حسینف و دیگرها هیچ که خفه نشوند. من معذرت میخوام از دیگرها. و از میان زنها من میگم صباحت قاسم. اینا هر سش برای من ناتکرار و به حد و حدود و افتخار ملت هستند. 3 بهترین کارگردان با فکر قربانی صابر؟ فرخ قاسم کارگردانی بعدیش به یگان گفتگو در این مملکت، برزا عبدالرزاق که کاملا مثلا امروز دست اول داره در آسیای مرکزی. یکی دیگرش خب دیگر اشارهای دیگه هم هستن، اما با گرفتن نام سلطان عثمانوف دیگه فرمایشات. بله. چرا؟ خوشبختانه ببینین در 2 کاری سلطان عثمانوف، یکی رستم و سهراب در ایران ما در فستیوال جشنواره فجر که 17 مملکتی دنیا از قبیل کانادا، فرانسه، گرمانیا، روسیه، گرجستان، عربستان و چند مملکت عربی و ایران شرکت کردن و ما بهترین یعنی شاه جایزه گرفتیم با رستم و سهراب. فما بنده کمترین نقش بهترین مردانه و این کم نیست. و برای من سلطان عثمانوف و حالا فردوسی هم که من نقش فردوسی رو اجرا کردم و بازم نمایش شاه جایزه گرفت. خدا را شکر. خب همین است. Megamovie.tj – это абсолютно новый лицензионный видеопортал, на котором вас ждут лучшие сериалы и фильмы в хорошем качестве. И главное, трафик бесплатный. Для подключения набери звездочка 4001 решетка и смотри фильмы без ограничений. Мегафон Таджикистан. Кино начинается с тебя. عنوان‌های شما، دستاوردهای شما، غالبیت‌های شما بسیار زیاد هستند. خدا را شکر. مثلا از یگان نفر جوان می‌نشست یا نفر می‌نشست که مثلا در عین تشکل و رشد می‌بود، من میگفتم که موفقیت خوان هستم برایشون و هر حال برای شما موفقیت خوان هستم. سلامت باشید. تشکر. سلامتی و باز هم سلامتی. زیرا دیگر همه چیزا در شما هست و تنها سلامتی و اراده مستحکم شما میتواند که باز هم به قله‌های نوتر برساند که دیگه اون چیزی که در دل شما هست تو مثلا ما نمیدونیم بگذار آنها عملی کردن در عملی جمعیتی. من تشکر میگم برای شما که استاد امروز وقت جدا کردید. بسیار صحبتی صمیمی بود. این رو فکر میکنم تماشابینان ما که اینجا ما رو تماشا دارند آنها نیز حس میکنند، میبینند و میتونند در کامنتار فکر و عقیده های خود را نویسند. امروز در میهمانی ما بودند قربانی صابر. این بود برنامه امشب لایف. نام از من مبارز عثمانوف. تمنیات شما برای تماشابینان ما. هر کجایی که باشین هموطنان عزیز، خواه در حدودای جغرافیای وطن، خواه در امریکا، در روسیه، هر کجایی که باشین، اول خانه آباد باشین، خانه‌تان به اصطلاح پوری گندم، آسمان صاف و سلامتی. زنده باشین.